سلام دوستان، به کانال نکاتوپ خوش آمدید. ژانر ترسناک فیلم ها در تمام دنیا طرفداران زیاد دارد و قهرمانان بد و وحشتناک این فیلم ها نیز محبوب تماشابینان هستند. کنجکاوی آدمان در آن است که میخواهند فهمند که در نقش این شخصیت های بد چه کسی بازی کرده است و شخصیت پشت این نقش ها کیست. در این ویدیو جواب این سوال شما را ما میدهیم. دوستان، امروز با شما یک خبری بهترین داریم. شرکت ازیا مارکت طول چند ماه شد که با ما همکاری میکند و به مشتریان خود تنها داروهای گیاهی و ارگینال را پیشکش میکند. شرکت ازیا مارکت تصمیم گرفته است که به خاطر فرارسی نوروز از امروز سر کرده تا 22 مارت در همه داروهایشان 15% تخفیف اعلان کند و اکنون شما امکانیت دارید که همه داروهای ازیا مارکت را با تخفیف 15% خریداری کنید. نمرها در روی اکران زنگ زده از نام کانال ما سلام رسانید و این امکانیت را از دست ندهید. سامورا مورگان در فیلم حلقه سال 2002 سازندگان فیلم حلقه اکتیوری را انتخاب کردند که خیلی خوب نقش بازی میکرد. سامورا مورگان با لباس چرکین و پر لای و موهای دراز و سیاه و روی ترش همچون یک شخصیت ترسناک در سینمای غرب همه او را میشناسند. شاید همه ما در کودکی صحنه برآمدن سامورا از تلویزیون را دیده باشیم و تلخکف شده باشیم. دختری که نقش سامورا را بازی کرده است نامش دیویا جیس است و عین حال 29 ساله بوده. در مولتیک لیلو و استیش هم به شخصیت لیلو آواز داده است. در فیلم حلقه قسم 2 که سال 2004 به اکران برآمد، کلی استابلس نقش سامورا را اجرا کرد، ولی یک آدم دیگر هم هست که برای ساختن نقش سامورا مورگان سهم خود را گذاشته است. یکی از به یاد ماندنی ترین صحنه های حلقه قسم 2 آنجایی است که سامورا از دیوار چاه بالا میبراید و اینجا یک بندباز با استعداد یعنی بانی مورگان هنری خود را نشان داده است. بانی در سیرک کار میکرد و حرکت های جالبی داشت که برای این فیلم لازم بود و چنین شد که این زن این حرکات تورتنکی سامورا را اجرا کرد. بازی او تا حد به فیلم سازان پسند آمد که در قسم سوم فیلم حلقه که سال 2017 به اکران برآمد نقش سامورا را به او سپاریدند. بانی مورگان در حال حاضر 40 ساله است، اما وقتی با گریم کردن به یک دختر کوچک تبدیل می شود همه را سخت می ترساند. عروس سیاه‌پوش در فیلم اینسایدیوس. فیلم اینسایدیوس از 4 قسم عبارت بوده. اولی قسمتی آن سال 2010 به اکران برآمد. یکی از وحشتناکترین فیلم های ترسناک است که تا حال دیده ایم. در این فیلم نقش های ترسناک زیاد هستند، اما یکی از معروف ترین آنها موجود با نام عروس سیاه‌پوش یا زنی پیر است که با بازیگر این نقش خیلی فرق دارد. مهمترین فرقش آن است که قهرمان عروس سیاه‌پوش زن نیست، بلکه یک مرد 78 ساله با نام تام فیتزپاتریک است. قسمت هایی که در آن عروس سیاه‌پوش نمایش داده می شود صحنه تاریک است و برای همین کسی فهمیده نمیتواند که این قهرمان مرد است یا زن. البته اگر طرفدار این فیلم باشید میدانید که در رفت فیلم هم گفته می شود که این روح شیطان صفت که لباس سیاه می پوشد روح یک قاتل با نام پارکر کرین است و وقتی میخواست کسی را بکشد لباس سیاه می پوشید و سببش این است که در دوره کودکی مادرش او را مجبور میکرده است که لباس زنانه پوشد. تام فیتزپاتریک قبل از این در یگان فیلمی ترسناک بازی نکرده است، ولی بعد این خیلی مشهور شد. فردی کروگر در فیلم کابوس در خیابان علم. فردی کروگر از زمانی که در فیلم ناگمیران المستریکی وست کویون بازی کرد و آن فیلم به اکران برآمد تبدیل به یک چهره ژانری ترسناک شد. شاید بسیاریا فهمیدن خواهند که چهره اساسی این قهرمان چگونه است. اگر این گریم های ترسناک و بینمود را تازه کنیم کی را میبینیم؟ رابرت انگلند بازیگر 72 ساله است که این نقش را بازی کرده است. او بازیگری است که توانسته است در 8 فیلم ترسناک نقش اصلی را بازی کند. رابرت قبل از آن که در نقش فردی کروگر بازی کند بازیگر تئاتر بود که همیشه در نقش‌های فرعی نقش می‌بازید و هیچ وقت نقش اصلی را نگرفته بود. اما وقتی دیوید وینر که فیلم‌هایش زیاد شدن نتوانست بازیدن این نقش را به گردن بگیرد، این نقش را به رابرت واگذار کردند و او فرصت یافت که به همه ثابت کند که شایستگی نقش اول را دارد. رابرت انگلند در نقش فردی کروگر مشهور شد و بعد آن در فیلم‌های گالیوودی بازی کرده طرفداران زیادی یافت. جالب است بدانید که شخصیت رابرت با فردی کروگر چنان پیوست شده بود که طول چند سال او می‌ترسیده است که به آینه نگاه کند که نباید یک بار چهره فردی کروگر را در آینه ببیند. ریگان مکنیز در فیلم جینگر. وقتی بار اول فیلم جینگر سال 1973 به نمایش گذاشته شد به قدر تماشابینانش را ترساند که بعضی از آنها قی کرده در داخل سینما بیهوش شدند. قسمت اساسی ترسناک این فیلم به نقش دختر 14 ساله با نام لیندر بلر مربوط می شود که در نقش‌های ریگان مکنیل بازی کرده بود و گویا که به بدن این دختر جین در آمده بود.
کاری او در این فیلم چنان خوب بود که هم جایزه مردمی و هم جام طلا را از خود کرد، اما این برای تجربه خوب نبود. در آن سالها شرایط سخت برای لیندا پیش آمد. او مجبور بود طول 5 ساعت گریم را تحمل کند که روی او را خیلی می‌سوزاند. بعدی به اکران برآمدنش مردم فکر می‌کردند که او این نقش کافری را بازی کرده است و این نقش حتما بر روح و روانش تاثیر گذاشته است. برای همین کمپانی برادران بارنر این دخترک را به یک گردش بین‌المللی فرستادند تا ثابت کنند که این دخترک معمولی است و بر روح و روانش آسیب نرسیده است. پنی وایز در فیلم آیتی. این فیلم درباره یک دلقک شیطان است که کودکان را میخورد و میرقصد و بار اول سال 1990 در این نقش تیم کاری بازی کرده است، ولی بعد آن این نقش به یک بازیگر 30 ساله سوئدی با نام بیل سکارسگارد رسید که در 2 فیلم آن در سال 2017 و 2019 بازی کرد. او این نقش را خیلی خوب بازید و نقش پنی وایز را از خود کرد. بعد آن در فیلم دیورگنت و سریالی هملاک گراو هم بازی کرده است. اما بازی کردن نقش پنی وایز سبب شد که زودتر مشهور شود و طرفداران بیشتر یابد. وقتی بیل در آزمون انتخاب اکتورها برای نقش پنی بای شرکت کرد، سازندگان این فیلم فهمیدند که هیچ کس نمیتواند مثل او این نقش را به خوبی بازی کند. در وقت فیلم برداری هم بازی او به درجه واقعی مینمود که کودکان ترسیده گریه میکردند. البته نه تنها میکاپ او چهرهش را ترسناک میکرد، بلکه از حرکت‌های لبان و به حرکتی پلک چشمانش چنان استفاده می‌برد که شخصیت پنی بای به یکی از ترسناکترین آدمخوران آن زمین تبدیل شود. فیلم مادرها شخصیت‌های بهترین برای انسان به حساب می‌روند، اما این فیلم گرما دل ترو که سال 2013 به اکران برآمد مادر را به شکل دیگر نشان می‌دهد. نقش ترسناک این فیلم یک موجود از یک دنیای دیگر است که نامش مادر است و 2 دختر کوچک را پسند می‌کند. هر کس که او را ببیند فکر می‌کند که چنین موجودی ترسناک حاصل برنامه‌های کامپیوتری است، اما شخصیت مادر را یک اکتریسه بازی کرده است. این بازیگر اساساً مرد بوده، نامش جاویر باتت است. 42 ساله بوده، در اسپانیا زندگی می‌کند و تا حال در فیلم‌های ترسناک زیاده نقش بازیده است. با یکی دیگر از فیلم‌هایش به مردی کجلت در فیلم کانجورینگ 2 میتوان اشاره کرد و نقش اساسی او در فیلم اسلندرمن هم میباشد. وقتی باتت 6 ساله است، دکتران میگویند که او گرفتار سیندروم مرفان شده است. سیندروم مرفان یک مشکل ژنتیکی بوده است که در نتیجه آن بعضی قسمت‌های بدن سوست میشوند که در نتیجه باتت میتواند بدنش را طوری حرکت دهد که دیگران نمیتوانند. قد باتت بلند بوده به 2 متر میرسد و با این قد فقط 45 کیلوگرم وزن دارد. حالا تصور کنید که این بدن کلان ولی کم وزن زیبی این فیلم‌های ترسناک را دارد و طرفداران زیادی دارد. کارگردان‌های زیادی هم به فیلم‌های ترسناکشان او را دعوت کردند. کایاکو سایکی در فیلم کینا. اگر یک شخصیت ترسناک خواهد سامورا مورگان را شکست دهد، پس او کایاکو سایکی است. این روح بدفطرت به درجه بیننده‌هایش را ترسانده بود که کارگردان فیلم تاکاشی شیلیزا تصمیم گرفت که سال 2004 این فیلم را در امریکا هم معرفی کند. این شخصیت با رنگ و روی پریده و موهای دراز همه را میترساند. از سال 1998 این شخصیت در فیلم کوتاهی کاتو سامی به صحنه برآمد. در فیلم کینا قسم 2 نقش این روح را زن 47 ساله ژاپنی با نام تاکاکا فوجی بازی کرد. بعد هم این نقش به بازیگر با نام آینو خوریچی رسید و او در قسم 3 فیلم کینا نقش بازید. این شخصیت به طور عادی حرکت نمی‌کند و به گونه‌ای در روی زمین می‌خزد که گویا در بدنش استخوان ندارد. تاکاکا فوجی هم برای اجرای این نقش به یاری کسی نیاز نداشت و خودش به آسانی همه این کارها را می‌کرد. کایاکو سایکی یک بار دیگر وارد سینما شد و در فیلم کینای 4 که در سال 2020 به اکران برآمد نقش بازی کرد. بار دیگر این نقش را بازیگر 45 ساله با نام جانخو بیلی به عهده گرفت. ولاک در فیلم کانجورینگ. سال 2013 طرفداران فیلم ترسناک فیلم کانجورینگ را تماشا کردند. این فیلم ها بر اساس پرونده های اد و لورین مورن که محقق بودند و با موجودات گوناگون سر و کار داشتند ساخته شده است. البته هیچ کدام آن موجودات به اندازه ولاک ترسناک نیستند. ولاک همان راهبی شیطانی است که بار اول در کانجورینگ 2 در سال 2016 معرفی شد و همه را ترساند. او کارش را چنان خوب اجرا می‌کرد که سازندگان فیلم تصمیم گرفتند درباره ولاک و از کجا پیدا شدنش نیز یک قسم جداگانه را بسازند.
میسازند. بعد نام این فیلم را راهیبه گذاشتند که مردم از آن خوب استقبال کردند. نام زنی که این نقش ترسناک را اجرا میکند و این گریم وحشتناک را در صورتش میبینید بانی ارونز است. بانی ارونز 60 ساله بوده در جوانیش در نیویورک در گروه‌های بازیگری اشتراک میکرده است و آنجا به او گفتند که به خاطر شکل چهرهش او هیچگاه بازیگر نخواهد شد. اما جیمز واین که کارگردان این فیلم است بانی را در نقش این راهبه شیطانی قبول کرد. جالب است که بانی را در آخر فیلم کانجورینگ به کار گرفتند و مجبور شدند صحنه‌های پیش گرفته را دوباره با حضور این بازیگر ثبت کنند. معلوم نیست که بانی ارونز باز در کدام فیلم بازی خواهد کرد، اما حتما ترسناک خواهد بود.